خب فصل صعود دماوند داره شروع میشه. من میخواستم یه چند تا نکته برای دوستانی که علاقه‌مند هستن دماوند زیبا بام ایران زمین رو صعود بکنن خدمتشون بگم، برای اینکه با مشکلات کمتری روبرو بشن. نکته اول این که حتما باید برنامه تمرینی زیادی رو داشته باشین، هم از نظر استقامتی و هم از نظر همهوایی. همهوایی منظور این هستش که شما توی ارتفاعات بالای 4000 بتونید صعود داشته باشید و حداقل یک شب اقامت توی یه قله بالای 4000 داشته باشید که بدنتون هم هوا بشه. و یه سری نکته هم داریم برای روز صعودی که شما میخواید دماوند رو صعود بکنید. حتما باید با سرعت متناسب، حالا از هر مسیری که میخواید صعود انجام بدید، سرعتتون سرعت متناسبی باشه برای اینکه بدنتون بتونه آداپته بشه با شرایط موجود و آب زیادی رو مصرف بکنید، هم در قبل از برنامه هم در طول برنامه. و ذکر این نکته ضروریه که در هنگام صعود ما از کربوهیدرات استفاده میکنیم برای اینکه سریعتر بتونن به انرژی تبدیل بشن. اگر این نکات رو رعایت بکنید قطعا میتونید صعود خوبی به بام ایران زمین داشته باشید، قله زیبای دماوند.